همه خیلی میشه که در اونجا حتی فرزندو تعزیادت میبروری خیال میکنی که با همین شیرینیشون. بله با همه قدر شیرینیشون با فراموش میکنی که فرزند داشتی. در دعا کردم خدا جان، گفتم اگر زورم برسه شرایطم باشد مرا زود به خانه دعوت کن. گفتم در 1 سال برای خودم وعده میتم که 2 بار به این مکان مقدس من میام. کاری ما چی خیلی صنعت، یعنی یک کس زاد روز قید میکنه، یک کس سالی نو میشه و حتما باید کلوب برای کنسرت بتی برای آدم را بخونی که بعد اونجا پول به دست بیاری. راستی گپ گفتم خدا جان گفتم ریسک مرا یا خیلی بتکی ما خیلی مجبور نشم ده با هم خیلی جا برم دور نرفته که خیلی وقتی صدقاً دعا میکنی صدقاً میگوی که خیلی میخیل از یک جای ریسکت میآید که خودت حتی انتظارش نبودی باز 10 برابر زیادتر. با باوری باید با خدا صحبت کنی، دعا کنی، مثال در نماز، انشالله که خداوند ریسک به هر طرفی که بخواهی میارد.